سلام، من طلوع هستم. به راوی خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام در رابطه با 3 تا از قدرتمندترین و مشهورترین زنان دوران هخامنشی براتون بگم. زنانی که احتمالاً خیلیاتون اسمشون رو شنیدید یا حتی یه چیزایی در رابطه با زندگی نامه‌شون میدونید. ولی خب توی این ویدیو میخوام به طور مفصل در رابطه با این زنان قدرتمند و الهام بخش براتون بگم. پس لطفاً تا انتهای این ویدیو همراه من باشید، ولی قبلش کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، نظری، پیشنهاد، ایده هر چی دارید هم توی بخش کامنت ها برای من بنویسید. بریم که این ویدیو جذاب رو شروع کنیم. ماندانا، نخستین زنی که به صورت رسمی اسمش توی تاریخ ایران ثبت شده. همسر کمبوجیه، دختر آستیاگ آژیدهاک، آخرین پادشاه ماد و البته از همه اونا مهمتر مادر کوروش کبیر. دختر قدرتمند و خردمندی که به واسطه اسب سواری و تیراندازی به شدت ماهرانه‌ای که داشت بسیار معروف شده بود. از اونجایی که آژیدهاک فرزند پسری نداشت، ماندانا یه جورایی حق شاهزادگی داشت و قدرتی که داشت هم نسبتاً زیاد بود. از کتاب‌هایی که بعد از حمله اعراب پیدا شدن اینجوری برداشت میشه که یک شبی آژیدهاک خواب میبینه که دخترش ماندانا چنان ادرار میکنه که تمام سرزمین رو آب برمیداره. آستیاگ از خواب پا میشه، با اون استرس و نگرانی که داشته خوابگزارا رو دعوت میکنه و ازشون میخواد که تعبیر این خواب رو بهش بگن. خوابگزارا بهش میگن که دختر تو فرزندی رو به دنیا خواهد آورد که سرزمین تو رو تصاحب میکنه و قدرت رو هم از تو میگیره. آستیاگ خیلی نگران میشه، مشوش. در نتیجه تصمیم میگیره که دخترش رو بده به کمبوجیه اول، کسی که توی اون تایم شاهزاده شهر انشام بوده. مرد خوب و آرامی که مورد اعتماد آستیاگ بوده و به راحتی میتونسته بهش اعتماد کنه و دخترش رو بهش بسپره. کمبوجیه و ماندانا با هم ازدواج میکنن و یه مدتی که میگذره ماندانا باردار میشه. توی همون تایم بارداری ماندانا، آستیاگ دوباره خواب میبینه که از شکم دخترش یک درخت انگوری رشد میکنه که تمام جهان رو میگیره. مجددا با استرس و نگرانی و تشویش از خواب پا میشه، خوابگزارا و جادوگرا رو دعوت میکنه که بیان بهش بگن که تعبیر این خواب چی بوده. خوابگزارا دوباره همون تعبیر رو به زبون میارن که دفعه قبل گفته بودن، اونم این که از شکم دختر تو فرزندی زاده میشه که قدرتش تمام جهان رو شگفت زده میکنه و در نهایت سرزمین تو رو هم تصاحب میکنه. آستیاگ دچار نگرانی میشه و میترسه که قدرت ازش گرفته بشه. در نتیجه دستور میده که دخترش یه مدت زندانی کنن تا زمانی که بچه به دنیا میاد تحت مراقبت خود پدر باشه و خیالش راحت بشه که اتفاقی نمیفته. ماندانا تا زمانی که پسرش متولد بشه تقریبا میشه گفتش که زندانی بوده. بعد از اینکه پسر متولد میشه، پدر اون رو به یکی از فرماندهان خودش میسپره تا ببرنش و مطمئن بشن که اون رو از بین میبرن. هارپاک همون فرمانده و در واقع ژنرالیه که مسئول گرفتن کوروش و یه جورایی سربنیز کردن اون بوده. هارپاک کوروش همون نوزاد تازه متولد شده رو به دست یک زوج چوپانی میسپره و ازشون میخواد که مطمئن بشن که کوروش از بین میره و اون رو از بین ببرن. توی همون تایم همسر چوپان تازه بچه خودش به دنیا آورده بوده که متاسفانه اون بچه مرده به دنیا میاد. همسر اون چوپان دلبسته کوروش میشه و به همسرش میگه که اگر که امکانش هست ما فرزندمون رو با این نوزاد تازه متولد شده جابجا بکنیم و فرزند مرده خودمون رو تحویل پادشاه بدیم. این اتفاق میفته، فرزند مرده خودشون رو میبرن به پادشاه نشون میدن و پادشاه خیالش راحت میشه که اون نوه‌ای که این هم ازش نگران بوده کشته شده. ماجرای کوروش رو نمیخوام خیلی واردش بشم، حتما توی یه ویدیوهای دیگه به صورت جداگانه زندگی نامه کوروش براتون میگم که اتفاقای بی‌نظیر و خارق‌العاده‌ای تو دلش داره. ولی تا همین جایی بدونید که کوروش کنار اون خانواده چوپان بزرگ و بزرگتر میشه و مهارت‌های خودش رو نشون میده و حالا بر اساس یه سری اتفاقایی که میفته وارد دربار میشه و قدرت خودش رو به دست میاره. کاساندان، تنها همسر کوروش کبیر،
کسی که میشه به عنوان قدرتمندترین زن شاهنشاهی هخامنشی ازش اسم بود. اون ملکه 28 کشور آسیایی بوده و کوروش کبیر اونقدر عاشق کاساندان بوده که بنابر نوشته های هرودوت زمانی که از دنیا میره کوروش کبیر دستور میده که کشور حدود 1 سال توی عزاداری مطلق باشه و از همه اتباع هم دعوت میکنه که توی مراسم خاکسپاری و عزاداری کاساندان شرکت بکنن. خیلی جاها هم گفته میشه که کوروش بعد از مرگ کاساندان یک دوره‌ای رو توی بی‌انگیزگی و افسردگی سپری میکرده. کاساندان ایرانی تبار بوده، زن نجیب و خردمندی بوده که به واسطه خرد و دانشی که داشته و البته علاقه‌ای که کوروش به اون داشته همیشه تو همه تصمیم‌های سیاسی دوش همسر خودش قرار می‌گرفته و به عنوان مشاور همیشه توی تصمیم‌گیری‌های بزرگ کشوری به کوروش کبیر کمک می‌کرده. خیلی از منابع نقل کردن که کاساندان همبازی دوران کودکی کوروش کبیره، ولی خب همچین چیزی هنوز کاملا اثبات شده و قطعی نیست. کاساندان درایت سیاسی خیلی زیادی داشته و به واسطه همه این ویژگی‌های نیکویی که داشته و البته علاقه بسیار کوروش کبیر بهش نزد پادشاه از احترام خیلی زیاد و بالایی برخوردار بوده. کاساندان تو امور سیاسی و کشوری درایت خیلی بالایی داشته و همیشه به همین دلیل هم به عنوان مشاور در کنار کوروش قرار می گرفته. یه جورایی میشه گفتش که کاساندان به صورت مستقل دومین فرد قدرتمند توی اون زمان بوده. یعنی در واقع بعد از کوروش کبیر کاساندان رو میشه قدرتمندترین فرد توی اون تایم دونست. شهبانو آتوسا، دختر کوروش بزرگ و کاساندان، خواهر کمبوجی دوم، همسر داریوش بزرگ و مادر خشایارشا، کسی که احتمالاً میشه اون رو سلطنتی ترین زن در تاریخ امپراتوری ایران دونست. آتوسا بانوی زیبا، ادیب و شاعر بوده که نوشتن رو خیلی خوب میدونسته و خیلی از جاها گفته شده که توی اون زمان به نوجوانا و جوانها ادبیات فارسی رو یاد میداده. توی بعضی از متون و منابع هم گفته شده که احتمالاً اختراع خط کهن فارسی توسط آتوسا انجام شده. آتوسا قدرتمندترین، با نفوذترین و تاثیرگذارترین همسر داریوش بزرگ بوده که توی خیلی از منابع یونانی همینطوری گفته شده که علاوه بر خیلی از ویژگی زنونه‌ای که داشته، از یک سری از ویژگی‌های مردونه مثل اقتدار و قدرت طلبی هم برخوردار بوده. توی خیلی از افسانه‌ها هم گفته شده که آتوسا از شهود زنانه و حس ششم بسیار قوی هم برخوردار بوده که همین موضوع هم باعث شده که مورد تایید و تحسین داریوش بزرگ قرار بگیره. خرد بسیار زیاد و اندیشه نیکوی آتوسا هم همیشه باعث می شدش که مورد اعتماد کامل پادشاه قرار بگیره و توی خیلی از مسائل مملکتی هم پادشاه بتونه با خیال راحت ازش مشورت بگیره. توی خیلی از منابع گفته شده که بعد از فوت کاساندان مادر آتوسا و دقیقاً همون زمانی که کوروش کبیر به خاطر از دست دادن همسرش دچار افسردگی و انزوا شده بود و یه جورایی امور مملکتی رو رها کرده بود و دست کشیده بود، آتوسا وارد میدون میشه و امور قصر رو کاملاً به عهده میگیره و اون رو مدیریت میکنه تا زمانی که پدرش حالش بهتر بشه و دوباره بتونه برگرده به کار خودش. مسئله جالبی که در رابطه با آتوسا وجود داره اینه که آتوسا خیلی علاقه داشته که توی میدان نبرد و کارزار دوشادوش همسر خودش قرار بگیره. خیلی از جنگ‌ها و نبردها مستقیما توسط آتوسا در واقع مدیریت و فرماندهی می‌شده. خیلی از شخصیت‌های نظامی رو آتوسا انتخاب می‌کرده و خیلی از حمله‌ها و کلا نقشه‌های جنگی هم توسط آتوسا انجام می‌شده و در واقع اون پلن و نقشه توسط آتوسا مشخص می‌شده. آتوسا ریاست ایاد مجلل رو بر عهده داشته و این یعنی اینکه ملکه تمام وظایف تشریفاتی و مذهبی که مستقیما بر عهده پادشاه بوده و اون بعد انجام میداده رو میتونسته که در غیاب پادشاه انجام بده و قدرت تصمیم گیری در رابطه با چنین موضوعات مهم و گسترده‌ای رو هم داشته.
این موضوع تا جایی ادامه پیدا میکنه که حتی خیلی از مورخای یونان باستان بر این باورن که قدرتی که خشایارشا بعد از پدرش داریوش بزرگ به دست میاره به خاطر اقتدار مادرش آتوسا، چون که خب آتوسا به درباریان و لشکریانی که توی زمان کوروش کبیر فعالیت میکردن دسترسی داشته و یه جورایی از اونجایی که بازمانده خانواده و خاندان کوروش کبیر بوده بسیار آدم مقتدر و بانفوذی به حساب می اومده. این سه زن قدرتمند هخامنشی که توی این ویدیو در رابطه با اون باهاتون حرف زدم تنها زنان قدرتمند هخامنشی نیستن، چون قدرت توی اون زمان توی افکار، باورها، سبک زندگی و همینطور قوانین وجود داشته و تمام زنهای اون دوران به نوبه خودشون قدرتمند به حساب می اومدن. مهم نیستش که ما تو کدوم دوران زندگی میکنیم، چون به عنوان یک زن قدرت توی روح تو، توی فکر تو و توی قلب تو وجود داره. هر جا که هستی به عنوان یک زن قدرتمند زندگی کن. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که چنل رو سابسکرایب کرده باشید، زنگوله رو زده باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتونم برای من کامنت بکنید. ممنونم ازتون. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.